معین قدیریزاده 1356 اولین قاتل سریالی زن تاریخ ایران است. وی پس از قتل 5 زن و یک مرد در اردیبهشت ماه سال 1388 دستگیر شد. او در 29 آذر ماه 1389 در زندان قزوین اعدام شد. معین قدیری متولد قزوین بود. او در 14 سالگی ازدواج کرده و دارای 2 فرزند دختر بود که دختر کوچکتر او با معلولیت جسمی مواجه بود. معین علت اصلی ارتکاب به جرائمش را همواره مشکلات مالی عنوان می‌کرد. وی با پرسه زدن در اطراف زیارتگاه‌های قزوین زنان مسنی را که در دست و سر و گردنشان زیورآلات طلا داشتند شناسایی و به بهانه رساندنشان به خانه آنها را سوار رنوی زردش می‌کرد و بعد آنها را با آب میوه مسموم خفه‌شان می‌کرد. او در گفتگوی علت انتخاب زنهای مسن را برای قتل چنین عنوان کرد: خانم‌های مسن را انتخاب می‌کردم، کسانی که دیگر نوع نتیجه